درود فراوان به شما بچه‌های پایه 12می. امیدوارم که حالتون عالی باشه و اینکه بریم سراغ درسمون. بچه‌ها درس 3 در ادامه درس 2 هستش. خب من میام یه کلیاتی از درس 1 میگم، یه کلیاتی از درس 2 میگم و میرسیم به درس 3. درس 1تون در رابطه با این بود که همه موجودات، همه مخلوقات در واقع در این جهان یک کاری رو انجام میدن و در واقع هیچ موجودی، هیچ مخلوقی، در واقع بهتره بگیم مخلوقی در واقع بیکار ننشسته و اینکه تمام مخلوقات در این جهان یک کاری رو دارن انجام میدن. بعد اومدیم در ادامه گفتیم خب در واقع فعالیت هایی که انسان انجام میده نسبت به فعالیتی که سایر مخلوقات انجام میدن در واقع متفاوت هستش و چیزی که باعث میشه که در واقع فعالیت های انسان از سایر مخلوقات در واقع متمایز بشه در واقع ویژگی های فعالیت های انسانه. در علوم اجتماعی به فعالیتی که انسان انجام میده میگن کنش و به انجام دهنده اون فعالیت میگن کنشگر. پس فهمیدیم که کنش چیه و کنشگر کیه. در ادامه اومدیم 4 ویژگی در واقع کنش رو بررسی کردیم که به ترتیب این بود که کنش اول آگاهانه است، دوم فهمیدیم ارادی هستش و سوم فهمیدیم که کنش ما هدفدار هست و 4 فهمیدیم که کنش ما معنادار هست. در ادامه اومدیم در واقع گفتیم هر کنش، در واقع هر فعالیتی که توسط انسان انجام میشه یک سری آثار و پیامدهایی رو به دنبال خودش داره. در پی انجام یک کنش آثار و پیامدی وجود داره که این پیامد و آثار میتونه ارادی باشه، میتونه غیر ارادی باشه. که در ادامه اومدیم گفتیم که پیامد ارادی چیه، پیامد غیر ارادی چیه و اینها رو بررسی کردیم. و در آخر درس 1 فهمیدیم که در واقع انسان‌ها فعالیت‌های خودشون رو در واقع با توجه به پیامدهای غیر ارادی و ارادی خودشون در واقع انجام میدن و از انجام برخی در واقع فعالیت‌ها به دلیل پیامدهای نامطلوبشون خودداری میکنن. در ادامهش یه دونه جدوله که اون جدول رو یادم نرفته سراغش برمیگردیم، ولی الان نه، بذار اول درسمون جلو بره بعد میریم سراغ اون جدول. درس 2 در رابطه با این هستش که حالا فهمیدیم کنش چی هستش، میدونیم که کنش 2 نوعه، هم فردی هم اجتماعی. درس 2 در رابطه با پدیده های اجتماعی هستش. برای اینکه به پدیده‌های اجتماعی پی ببریم اول باید بدونیم که این مجموعه که باشه پدیده اجتماعی زیر مجموعه هاش چیا هستن. زیر مجموعه، یکی از زیر مجموعه های مهم پدیده اجتماعی کنش اجتماعی هستش. بنابراین در تعریف کنش اجتماعی واژه دیگران بسیار حائز اهمیته، چرا که وقتی میگیم که دیگران رو ما در نظر میگیریم کنش ما از حالت فردی بودن خارج میشه و به کنش اجتماعی تبدیل میشه. بعد از اینکه اومدیم کنش اجتماعی رو بررسی کردیم میرسیم سربخت این که وقتی یک کنش اجتماعی به وجود میاد در واقع پای 2 کلمه میاد وسط، یکی هنجارهای اجتماعی، یکی ارزشهای اجتماعی. تعریف پدیده‌های اجتماعی رو هم در درس 2 داریم و میرسیم به این که چرا پدیده‌های اجتماعی معنادار هستند و در ادامه میرسیم به این که در واقع تفاوت میان پدیده‌های اجتماعی و پدیده‌های طبیعی و اینکه به اشتباه آدم احساس میکنه که پدیده‌های طبیعی مثل پدیده‌های اجتماعی هستن و اینکه در علتش چیه که همچین چیزی هست. و در ادامه میرسیم به خانواده‌هایی که تک فرزند هستن و اینکه انتظارات و توقعات بالایی از همون یک فرزند دارن و بهتره که خانواده‌ها چند فرزندی باشن. در ادامه اومدیم گفتیم که پدیده‌های اجتماعی هم پدیده‌های اجتماعی خرد داریم که کوچکترین نوع پدیده اجتماعی در واقع همون کنش اجتماعی هستش و پدیده اجتماعی کلان داریم که پدیده اجتماعی کلان رو در واقع بهتون گفتم که در واقع میشه جامعه و فرهنگ.
جامعه و فرهنگ رو مجموعاً بهش میگن جهان اجتماعی که تیتر درس سومتون هست که در درس 2 در پاورقی بهش اشاره کردیم که گفتیم پدیده‌های اجتماعی رو بر اساس دامنه و اندازه هاشون در واقع از یکدیگر تفکیک میکنن. تفکیک کردن یعنی به معنای مترادف هست که با جدا کردن. برسیم سراغ درس 3 با جامعه و فرهنگ. خب چیزی که مشخص هست در درس سوم این هستش که در ابتدا بیایم ببینیم جامعه چیه، معنای جامعه چیه، تعریف جامعه چیه و تعریف فرهنگ چیه. گفته شما با دو واژه جامعه و فرهنگ آشنا هستید. در گفتگوها از آن استفاده می‌کنید و معمولاً آنها رو با هم به کار می‌برید. پس بچه‌ها جامعه و فرهنگ رو همیشه با هم به کار میبریم. وقتی به شهر جدیدی سفر میکنید افرادی رو میبینید که با یکدیگر زندگی میکنند. اگر مدتی در آن شهر بمانید و با آنها زندگی کنید به تدریج با شیوه زندگی و چگونگی ارتباط آنها آشنا میشوید. آنچه در نخستین برخورد مشاهده میکنید جامعه و آنچه به تدریج میآموزید فرهنگ. پس این قسمت اینا رو من هایلایتش کنم. پس 2 تا واژه جامعه و فرهنگ بعد گفتیم اینا رو با هم به کار میبرید. وقتی به شهر جدیدی سفر میکنید افرادی رو میبینید که با یکدیگر زندگی میکنن. بچه‌ها وقتی افرادی با یکدیگر زندگی میکنن اینش بیانگر در واقع جامعه هستش و آنچه که در واقع مربوط به شیوه زندگی آنها هستش در واقع میشه فرهنگ اون جامعه. خب بعد پاورقی اینجا جامعه و فرهنگ. جامعه و فرهنگ چی هم بچه؟ جدا از یکدیگر نیستن. جامعه و فرهنگ را جهان اجتماعی می نامند. جامعه رو می توان به منزله سخت افزار و فرهنگ رو می توان به منزله نرم افزار در نظر گرفت. خب صفحه 19 بچه من این ویدیو رو قطع میکنم. صفحه 19 رو دوباره براتون توی ویدیو جدید میذارم. دلیل هم داره، حالا دلیلش رو خودم میدونم و اینکه من این ویدیو رو قطع کنم درس 3 رو هم تمام کنیم و بریم وارد درس 4 بشیم. درس 4 در رابطه با ارزیابی فرهنگ هاست. یعنی ما در درس 4 میایم فرهنگ ها رو در واقع ارزیابی میکنیم. بچه‌ها شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستان خواهش میکنم که کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیوی منو لایک کنید تا این انگیزه بشه برای من که من بتونم برای شما ویدیوهای با کیفیت تر و کامل تری رو آپلود کنم در کانالم. دوستان فقط اگه مثلا راغب نیستین که در واقع ویدیوهای من رو داشته باشین و اینها بگین که من کلا ویدیو نذارم توی چنلم و برای من فرقی نمیکنه. در واقع اگه شما میخواین من ویدیو بذارم بعد من یه عملکرد مثبتی توی چنلم ببینم. حالا ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین، دوستانتون رو عضو کنید، لایک کنید تا من این فعالیتم رو در واقع به صورت رایگان، کاملا رایگان ادامه بدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.